با یک لحظه تصور کنین که به 20 سال قبل رفتین و برق در اقصا نقاط کشور وجود نداره. کاری که شما انجام میتین اولین کار چی خواهد بود؟ مطمئنا یک الکین روشن خواهد کردین و چراغ دستی که با دیزل روشن میشه. امروز آمدیم که به گذشته بریم، به یاد خاطرات گذشته در کافه بابا در کنار پارک شهر نو. یکی از هموطنای بسیار عزیز ما یک ابتکار بسیار زیبا از خود به جا گذاشتن. دوستا بریم با هم ببینیم که این ابتکارشان چیست و چی باعث شده که کافه بابا را با در واقع نماد چراغ دستی ساختن. بیشتر از خودشان میشنویم. جناب استاد قربانتان، سلامت باشین، بخیر باشین. بسیار زیاد خوشحال هستیم که شما را میبینیم. خب جناب استاد، ما خبر شدیم، آمدیم امتحان کردیم و بعدا دل ما خواست باز بیاییم و یک گزارش تهیه کنیم در سلسله گزارش‌های شهری که ما در یقین میدیا تهیه میکنیم. امروز خواستیم که در مورد کافه بابا بشنویم. انگیزه کافه بابا چی بود؟ کافه بابا چگونه سرچشمه گرفت و اهداف کافه بابا چیست؟ دیگه همراه خودتون صحبت میکنیم. زنده باشین. و یک معرفی هم البته از خودتون. سلامت باشین. برادر کوچکتان شمس هستم، تخلص شهیر است و یکی از وطندارای بسیار کوچک شما. از اینکه آمدین قدم شما سر چشم لطف کردین و گفتین دفعه قبل آمده بودین، بله آشنا هستیم، لطف کردین آمدین و باز هم آمدین. قدمتون هزار بار سر چشم ما، ان شاء الله که همیشه بیاین، ما همیشه در خدمت هستیم. ما پرسیدین که هدف از کافه بابا چی بوده. هدف و انگیزه ای بود که در پهلوی ای که یک غذا به هر شکل، یا آش که فعلا آش است، اما ان شاء الله غذای دیگه که غذای متنوع و با کیفیت و اصیلی که در فرهنگ ما جا افتاده، او غذا که بی باشه هم در پهلوی ازی که برای مشتریای عزیز یک غذا آماده شود و تهیه شود، یک تجربه هم برشان خلق شود. تجربه به این معنی که وقتی میاین همین عزیزا و همکارای ما که لباسای قدیمی با او کلاهای کلاسیک و که در گذشته استفاده میکردیم و میبینن و الکینی که پیشتر شما گرفتین شاتایش تصویر او را میبینن و خود الکین که در نمادی از اصالت ما در گذشته و همچنان همیالی هم در بیشتر نقاط هست و استفاده میکنن. روشنی بخش خانه های ما شما در قدیم بوده، در این عصر هم اگر این یادآور شود برای مردم که الکین باز هم به کابل آمده و به این شکل برای اولین بار، انشالله جای بسیار خوبی و خوب خواهد بود و جای مسرت و خوشی است که حداقل تانسته باشیم در پهلوی یک غذای با کیفیت و خوب که تلاش ما همی است، یک تجربه، یک تصویری هم از گذشته برای عزیزا داشته باشیم. قربانتان جناب استاد. از لباسای کارمندا گفتین، از لباس این لباس مرا به یاد تصاویر نقاشی شده از مولانا جلال الدین بلخی میندازه، به یاد او بلخ قدیم، کسایی که صوفی بودن، صوفیانه میپوشیدن. و در کنارش ما یک فرد شعرم در کنار الکین میبینیم که این حس ادیبانه، این حس شاعرانه از کجا سرچشمه میگیره جناب استاد؟ تمام اینا برادر عزیز بیشتر چیزا وجودن و ذاتن می باشه. یعنی بعضی علایق است که از گذشته و در شاید از دوران طفولیت باشه، این کم کم پروبال پیدا میکنه، این کم کم از بس که در این باره فکر میشه و این علایق به جای میرسه که میخوای عملا این علایق تو برای دیگرها هم در عمل نشان بدی. مثلا امی علاقه و شوق ما شما و یا امی ایده که هرچی به گذشته میریم یک ذره خود نزدیکتر به اوج احساس میکنیم و بیگانه خود احساس نمیکنیم. هرچی که فضا ساده تر میشه خودمانی تر میشه، هرچی که فضا کلاسیک تر میشه همون اصالتش بیشتر شده میره. این به این معنی نیست که حال مثلا چیز اشتباه است، نه، اما برای عزیزا تجربه از گذشته یادآور همون خاطرات گذشته میشه و برای اونا یک احساس بسیار متفاوت و خوب میده.
ما هم به همون دلیلی کار کردیم. این طرف یک چیز دیگه هم هست. شما بیاین شروع این بیت از اینجا است که میگه بس که خوردم از سفره کرم بی نیاز گشتم. اشاره به مو روزی و رزقی است که الله مهربان بر ما شما اعطا میکنه. نان خیر و صفا برکت جان ماست هم نشین. هر چیزی که با صفا باشه، با صمیمیت باشه، دلنشین و در فکر آدم، در خاطرات آدم حک میشه. بدون شک. نام بابا ای که ما کافه بابا ماندیم به این دلیل بود که انشاءالله بعد از ماه مبارک رمضان غذاهای دیگه، نوشیدنی‌های دیگه اما متفاوت و بسیار با توجه خاص و وسواس خاص که داریم آماده میشه و در بر بگیره تنها آش یعنی نباشه، محدود به آش نباشه. و بابا هم یک نامی هست که وقت بابا میگیم باز هممو یاد گذشته ها تازه میشه. شاید بیشتر یا همیال هم بابا بگویند. بعضی ما داریم در اطراف کابل یا در شهرهای دیگر زیبای افغانستان که به پدر بزرگشان شاید بابا بگویند و پدرشان شاید بابا بگویند. خود بابا یک واژه بسیار اصیل در فرهنگ ما است. اما قسم است جناب استاد و بیشتر در ولایات شمال می که از فاریاب هستم در اونجا به زبان ازبکی بابا میگن و همچنین کسایی که به زبان فارسی حتی پشتونای ما یعنی به نحو یک عرف است که اونا بابا میگن پدر کلانه. و چه زیبا استاد در مورد شعر گفتین. از این بگین که خب در مورد انگیزه ای که چرا کافه بابا گذاشته شد اسمش هم گفتین. از این بگین که شما این کار چه زمان شروع کردین و هدفتان در حد متوسط و در حد نهایی باز انشالله چه خواهد بود؟ درچند یک اشاره هم باید داشتین که شما بعد از ماه مبارک رمضان انشالله شما به او غذاهایی که پیوست خواهد شد در آش و آش هم که یکی از غذاهای بسیار اصیل ماست و آش که شما تهیه میکنین لبریز از غنایم طبیعت است، یعنی بسیار لبنیات خاص در وجود خودش می داشته باشه. دیگه در بلند مدت اگر یک دیدگاهی داشته باشیم، دیدگاه کافه بابا در بلند مدت چه خواهد بود؟ انشاءالله همه چیز برای الله مهربان است. ما تلاش بندگی خدا میکنیم و چه خوب است که تلاش بندگی به اساس منفعت شخصی همیشه نباشه. در پهلوش جدا از اینکه یک پول حلال به دست میاد، غذای با کیفیت تنها به غذا نه، در هر کاری که هستیم، هر کاری که هست با صداقت انجام شود. ما هدف ما نمی است، هدف ما همکارای عزیز نمی است. براتون اشاره کردم در اول که در پهلوی یک غذای خوب و با کیفیت و با نظافت که ما در خانه چقدر تلاش داریم همه ما غذا خوب باشه، با مزه باشه، پاک باشه، اجزا و موادی که میخریم با کیفیت باشه، سبزیش تازه باشه. عزیزا مطمئن باشن در اینجا او عزیزایی که قبلا آمدن خودشان قضاوت به دست اونا حتما قضاوت خود دارن و انشالله تجربه دارن از آش ما. اما تلاش ما نه به عنوانی که به اصطلاح عام مارکتینگ یا بازاریابی باشه، نه، همون تعهدی است که در ابتدا همه ما به الله مهربان داریم. به او اساس در پهلوی یک مفاد حلال کافی کم، کیفیت، نظافت و صداقت در کار باید باشه. اونمون تلاش خود ما در حد کمی میکنیم و انشالله که بتونیم برسیم به او. ای که گفتیم در آینده چی، ما از اینجا شروع کردیم. تقریبا برادر عزیز ما یک هفته پیش از رمضان شروع کردیم و در رمضان هم بعد از ساعت 3 اینجا هستیم. آش برای افطار اینجا توزیع میشه و میباشه و در آینده انشالله در نقاط دیگه کابل هم از نمی تجربه در هر قسمت برای عزیزا خلق شود، ایجاد شود. انشالله ای که ایره به خیر زیادتر میسازیم و همیالی هم شاید تا هفته بعد یکی دو تا دیگهش در چند نقطه کابل جابجا شود و انشالله که با همکارا و با لطف الله مهربان بتونیم هر غذایی که می باشه، اگر آش باشه، هر غذایی باشه یا نوشیدنی سردی که بخیر می باشه، با کیفیت و خوب باشه، عزیزا راضی باشن و من همیشه میگم مشتری نیستن، نور چشم هستن، مهمان هستن و مهمان عزیز خدا هستن. از بزرگی و نظر لطف شماست. جناب استاد، ما زمانی که از چند قدم دور به این الیکین نگاه میکنیم، صرفا یک الیکینی است که هیچ راه ورود نداره
و شما مطمئنا بر ما خواهد گفتیم که روند سفارش غذا، تحویل دهی غذا و اینکه چگونه مشتری بتونه یک مقدار پولی که به خاطر غذا میپردازه چگونه پرداخت بکنه. اینم یک بار برای ما شما اگر تشریح بدین. شما سلامت باشید. ما میخوایم به این از اینجا شروع بکنم که در ابتدا پول در ابتدا پول چرا در ابتداست جناب استاد؟ نه خیر، یعنی خواستم از اینجا به همین طرف بودیم گفتم شروع کنیم. اما در ابتدا عزیزایی که میاین همین همکار ما که با لباس شما تصویرش گرفتین میپرسن که یاش به چه قیمت ها است، به چه پارسلا و پکایی که شما دارین است. میگن برشان که به این قیمت است و به این پارسل است و از این قسمت برشان میگن برای عزیز ما که در داخل است که برای این مهمان عزیز و این برادر عزیز اینقدر آش آماده بساز. او آماده میسازه. وقتی که پول گفتین، پول هر عزیز و هر برادر عزیز ما از اینجا من خواستم بیام مثل دخلک تجربه سابق باشه و یادی از گذشته باشه. پول از اینجا مندازن عزیزا. وقتی که پول از اینجا انداختن و وقتی که آش آماده شد بعد از سفارش زنگ از اینجا میزنن. آمون جان وقتی که زنگ وجود داره داخل زنگ است و عزیزا میفهمن که آش آماده شده. به همین شکلی که شما دیدین او بلند میشه، آش گرفته میشه، اون بغلش بسته که نریزه کیجان و برای عزیزای دل داده میشه و این را به این شکل جور کردیم. بسیار عالی است. و گفتین چرا کمی داخل دینی قسمت یک دروازه برش جور کردیم است. در این قسمت از این قسمت دروازه ساختیم که این دروازه باز میشه و عزیزا داخل می باشن و بعد از اون دیگه رای رفت آمد یزی که داخل می باشه از اینجا است. و چرخ‌ها به خاطر چرخ کار گذاشتیم که انتقالش راحت‌تر باشه. اگر از یک نقطه به نقطه دیگه میره بتونیم راحت‌تر انتقالش بدیم. و فقط یک موضوع دیگه از چیز است که در این قسمت مثل یه لکنی که ما دسته داره. بله. این به خاطر چتریه که به خاطر باران ما قرار است نصب کنیم و دستش مانده که یک دسته به این شکل باز در این قسمت می باشه. در این قسمت نصب میشه. بله مثل می الکین. بله. می باشه بله. و این الکین هم بسیار یک شیف خاص داره واقعا. همین دیدنش انسان به ما یاد اصالتش میندازه. اصالت و این که تقریبا تا 20 سال پیش ما از استفاده میکردیم. خود ما حتی در کابل هم درست یادتون شاید بیای از ما هم یادم کم کم از ما کاملا استفاده میکنیم و وطندارای بسیار عزیز ما در نقاط کمی دورتر که امکانات برق و سهولت‌های تکنولوژی نیست از این امیال هم استفاده میکنیم. امیال هم استفاده میکنم. خیلی ممنونتان جناب استاد، واقعا لذت بخش بود شنیدن در مورد کافه بابا و انشالله من امیدوار هستم که روزی کافه بابا بسیار زیاد پیشرفت بکنه و شاهد رستورانت های دیگه مثل کافه بابا باشیم، شاهد از این باشیم که دوباره برگشتن به اصالت همیشه زیباست و واقعا لذت میبره آدم از اصیل بودن. دوباره استفاده میشه هم چکه است، مرچ سرخ است و نانای تازه است. نانای تازه است و فقط خواستیم که هر ذره از موادی که در یاش استفاده میشه مواد تازه و مواد چیز باشه، از این موادهای افزودنی که به خاطر طعم و یا است نه، طعمش به اساس ای باشه که از آبی که انداخته میشه آب با کیفیت تا به سیر، تا به پیاز، تا به روغن، تا به مرچ سیاه، گشنیز، لوبیا، نخود، همه چیز خودش همون اصل خود مواد باشه، نه چیزی که به خاطر از موادهای طعم دهنده مصنوعی اضافه شودش به خاطر طعمش. طعم فقط همون طعم خالصی است که از این مواد است، چیزی دیگه اضافه نمیشه، مواد مصنوعی به خاطر طعم دهندش دیگه و دست اول از طبیعت چیده میشه. بله. و حالی که اینجا میاریم میره در این ایام ماه رمضان ساعت 1:30 الی 2 پخت شروع میشه موادی که هست
الا 3 آماده میشه تا 4 ماه اینجا میرسیم. یعنی فقط 2 ساعت بیشتر از اینکه ما اینجا می آماده باید شود و میشه. و بعد از رمضان ان شاء الله غذای دیگه هم که می باشه و حتی اگر آش همو صبح که ما میایم صبح فکر بکنین آماده است بر ساعت 8 الی 9 میایم توکل به الله و اینجا تا دیگر تا شام در خدمت عزیزا است. قربان. زنده باشید. خیلی ممنونتان از وقتی که برای ما سپردین جناب استاد. انشالله به کارهای شما موفقیت صدا میکنیم. شما لطف کردید. اگر قدم شما سرچشم. حرفی پیامی باشه کمره ما در خدمت شماست. شما سلامت باشین. قدمتون رو ببخشین. لطف کردین. پیام برای همه عزیزا همی است که نیازی به امکانات زیاد نیست. شاید با کمترین دست داشته هایی که داریم، با کمترین سرمایه‌ای که داریم و دوستای نزدیک در جریان هستن که ما از صفر نه از زیر صفر شروع کردیم با بسیار پول کم، با قرض، نه با پولی که داشتیم، نه با سرمایه‌ای که از قبل بوده، با بسیار پول کم و گفتم حتی نداشتم اما کم هم قرض کردم و اقدام کردم. با کم ترین پول میشه بزرگترین قدم ها را برداشت و مفید واقع شد، حداقل با همین وسیله. سلامت باشین و عزیزایی که میاین قدمشون سر چشم در کوچه امتیان پهلوی شهر نو کابل در خدمت شماست. قربانتان جناب استاد، به کارتان برکت. شما سلامت باشین. زنده و سلامت باشین. خب دوستای عزیز، در مورد کافه بابا هم شنیدیم. انشالله که بتانیم روز شاهد کافه های بیشتری مثل کافه بابا باشیم، شاهد اصالتی باشیم که افتخار میکنیم همه ما به بودنش و شاهد کسایی باشیم که ابتکار میورزن و خلاقیت به خرج میتن.